دسته منتخب زنانه تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران تا 19 ساله در گروه دی از تیم ازبکستان با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی 27 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل‌های منتخب ازبکستان را شهنازه قربانова، شویره قلتورایeva و ملیکه برهانова به هدف رساندند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول در جدول مسابقه انتخابی در گروه دی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تا روز 31 اکتبر ادامه می‌یابد، دسته های منتخب تایوان و ازبکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در دور دوم مسابقه انتخابی روز شنبه 29 اکتبر ساعت 14 هنگ کنگ با ازبکستان و ساعت 17 تاجیکستان با تایوان رقابت می‌کنند. باید گفت که تنها دسته غالب گروه دی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2017 میان دختران تا 19 ساله راه خط می‌گیرد.